فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و یک بیننده‌ای با شماره 0335 پرسیدن که یه سوال داشتم، اجابت نشدن دعا چند دلیل میتونه داشته باشه تا یک دعای یک بنده‌ای مستجاب نشه؟ در مورد این که اجابت نشدن دعا دلایل بسیاری میتونه داشته باشه، من جمله این که دعا وقتی که انسان دعا میکنه قلبش غافل هست، در به تعبیر حدیث قلب غافل الله، که در فکری دیگر هست این دعا رو میکند، در دعای خودش جدیت ندارد و به جدیت دعا نمی کند، یا این که مال حرامی را خورده و بدنش از مال حرام هست. روایتی هست و جالب از رسول الله صلی الله علیه وسلم که میفرماد که انسانی در سخت‌ترین شرایط زندگی، در به اصطلاح پایین‌ترین شرایط و سختی‌های بسیار زیادی هست، یطیل السفر اشعث اغبر، تمام این در سفر هست و تمام این مواضعی که مورد اجابت و وقت اجابت دعا هستند، اینها را بر میشمارد و میگه دوباره این انسان دستهایش رو بلند میکند، اشعث هست، اغبر هست، خسته و درمانده هست، نیازمند از دستها رو بلند میکند پیش خداوند متعال دعا میکند. اما اون چون که این انسان بر اساس که گوشتش از حرام تغذیه شده، اصلا بدنش از حرام به وجود آمده، میگه ان یستجاب له، برای این انسان از کجا اجابت میکنه؟ و رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی از اصحابش این توصیه رو کردند که اطب مطعمک تکن مجاب الدعوه، غذایت رو پاک بگردان، حلال خور باش، دعای تو هم اجابت خواهد شد. اما خب بازم امکان داره که برخی از انسان‌های نیکوکار باشند، واقعا مال حلال بخورند، از حرام پرهیز بکنند، مؤمن و متقی هستند، گاهی وقت امکان داره دعایشون به تأخیر بیفته و پذیرفته نشه. این دعا اساسا همون گونه که عرض کردم یکی از عبادات هست و تقرب به الله متعال هست. هنگامی که انسان دعا میکند سه حالت دارد، یعنی کل دعا وقتی که به درگاه و اجابت فقط این نیست که اون چیزی رو که من خواستم اون به اصطلاح عاید من بشود و نصیبم بشود، نه، سه مورد هستند که اینا در واقع جزء اجابت دعا هستند. مورد اول اینه که همون دقیقاً همون چیزی رو که من از خداوند متعال خواستم دقیقاً همون رو الله متعال به من بدهد، به تعبیر عمومی که دعام اجابت بشود، خداوند متعال خواسته و نیاز ما را فراهم بکند. مورد دوم این است که الله متعال در واقع اون دعای ما را به اون گونه اجابت نکرده، منتها قرار بوده که یک مصیبتی، ضرر و زیانی، یک مشکلی دیگری برای من پیش بیاد، الله متعال بنابر اون مصلحتی که خودش دیده، رحمت و شفقتی که داره، این دو تا نیاز با هم دیگر مقایسه میکنه. اون این که نیاز من برآورده بشه، اون طلبی که من دارم اونو به من بده، یا این که این مصیبت بزرگتر رو از من دفع بکنم. چه بس الله متعال اون دعا رو به صورت مستقیم اجابت نمیکنه، منتها یک مصیبت بسیار بزرگتری رو از انسان دفع میکنه. اینم در واقع نه تنها اجابت دعا هست بلکه فراتر از اجابت دعا هست. اگر این دو مورد نبودن، مورد سومی این هست که الله متعال این دعا را هیچ وقت ضایع نمیکنه، از بین نخواهد رفت. اینو به عنوان یک عمل به اصطلاح صالح و نیک و که دارای اجر و ثواب است، اینو در نامه اعمال انسان ثبت خواهد کرد و دعای انسان‌های نیکوکار هیچ وقت هدر نمیره، حتما یکی از این سه مورد را دارد. اما دعای انسان‌هایی که قلبشون غافل هست و دعا میکنند، قلبی که از خدا نمیترسه، انسانی که از مال حرام تغذیه شده، اون کسی که برای به اصطلاح موارد حرام دعا میکنه، برای ضرر به دیگران دعا میکنه، اینا همه مواردی هستند که در واقع سبب میشوند که الله متعال دعا را اجابت نکنه این موارد رو. و یک نکته رو عرض بکنم و اینه که حتی اجابت نکردن دعا هم رحمتی از جانب الله متعال. شما تصور بکنید، میبینیم که پدر و مادران بسیار زیادی هنگامی که خشمگین میشوند یا حتی افراد دیگر خانواده، برادر از برادر، خواهر از خواهر یا علیه پدر و مادر دعای بد میکنند، نفرین میکنند یکی دیگر را. خصوصا مادران گاهی وقتی که اذیت میشوند، زیاد خسته میشوند، میبینید که دعای بد میکنند علیه فرزندانشون. اگر واقعا خداوند متعال دعا را به صورت کلی قبول میکرد، مطمئن باشید که امروزه بسیاری از پدر و مادران اصلا فرزندانی رو نداشتن به خاطر این لعن و نفرینی که کردن. پس بنابراین اجابت نشدن دعا هم از درگاه خداوند متعال در صورتی که انسان متقی و پرهیزگار باشه، این هم حکمت ها و فلسفه های خاص خودش داره. درست.